ممکن است که در بعد اتحیات یگان آیتی دیگر یا که یگان ذکری دیگر کنیم. اتحیات رو خونده شدی و بعدا یگان ذکری دیگر بعد که اتحیات توقع اتحیات بعد اتحیات صلوات هست، صلوات ابراهیمیه. بعد صلوات دعا هست. دعا میتونید کدام دعا رو اختیار کنید و دعای اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال بعضی علما میگن حتمی است. بعد از دعای اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک پیامبر صلی الله علیه و سلم به معاذ توصیه کردن گفتن من تو رو دوست می‌دارم و خوب میشد که این دعا رو فراموش نکنین، ترک نکن. بعدی در آخری نماز ترک نکن. دیگر دعاها میتونه، لیکن یگان ذکری مخصوص بعدی اتحیات شما در آورده نمیتونید، فقط دعا میتونید در آخری نماز. چی مرادتان؟ ما همو دعا را در نظر داشتم استاد، یگان پیشمون یگان چی گفتن نیست، فقط دعا را در نظر داشتم. نه که شما گفتن که در نمازهای فرض فقط تنها با زبان عربی میتونه که در نمازهای سنت و تهجد با زبان مادری. ما مثلا بعضی خواهش‌های از خداوند داریم که ما اون رو نمیتونیم که با زبان عربی مثلا ترجمه کنیم، هم با زبان مادری خودمون میکنیم دیگه. به همین خاطر پرسیدیم. نه، به هر حال در نماز فرض ممکنه دیگر زبان که گپ زدن. حالا مونده است که در مذهب امام ابو حنیفه حتی مسئله های دنیوی هم پرسیدن ممکن نمیگن، لیکن ظاهری آیات و حدیث ها دلالت میکند که مسئله های دنیوی را هم پرسیدن ممکن، چون که ربنا اتنا فی الدنیا حسنه، ای الله برای من در دنیا یکی ده، و فی الاخرت حسنه، و در آخرت نیکی ده، یعنی مسئله های دینی و اخروی، و قنا عذاب النار، ما را از آتش دوزخ نگاه دار. این دعای معصور در قرآن است، ولی دعاهایی که در قرآن و سنت آمدگی است ممکن است میگویند. این چنین بعضی مفسرها در تفسیر ربنا اتنا فی الدنیا حسنه، پروردگار برای ما در دنیا نیکی را ده، یعنی زنی صالحه ترجمه کردیم. در دنیا نیکی را زنی صالحه گفتیم. خب زنی صالحه مال دنیا هست.